من یادم چند سال پیش وقتی کوبی برایانت اسطوره بسکتبال تو ثانیه هوایی مردش، کلی آدم توی اینستاگرام و تیک تاک بودن که داشتن استوری و کلیپ و این چیزا میذاشتن از اینکه او رستین پیس و مثلا او از دست رفت طرف و فلان و بیسار. ولی از همون موقع داستان پیش اومده بود که چه جوری آدما رندومی که مثلا دخترای رندومی که اصلا طرفو نمیشناختن یهو تبدیل شدن به کسایی که طرفدار دو آتیشه طرف بودن و حالا واسش استوری میذارن. همین داستان توی کرونا با امانگاس ادامه پیدا کرد، با گیم زدن ادامه پیدا کرد و بعدش رسید به رونالدو. واقعا فکر نمی‌کردم وقتی که داشتم ال کلاسیکو رئال و بارسا رو تماشا می‌کردم، وقتی که دو تا مثلث آتشین در حال حمله به همدیگه بودن، طرفداری از رونالدو تبدیل به یه ترند بشه. یعنی این جام جهانی که گذشت قشنگ برای من یه دونه مدرک کامل بود که تو میتونی یه عکس با شورت ورزشی نداشته باشی، میتونی تا حالا تو زندگیت یه بازی فوتبال رو کامل ندیده باشی و میتونی اصلا بازی خود اسطورت رو کامل ندیده باشی و بعد تبدیل به یه طرفدار افراطی طرف بشی. جدی میگم، واقعا آدمایی من دیدم بازی رونالدو رو ندیده بودند ولی طرفدارش بودن. جدی میگم، طرف واقعا گفت من از کلیپای این استا دیدم دیگه داداش. خوش اومدید به این ویدیو. من عارفم و میزبان شما تو این ویدیو. اینام در میاد چت. نمیدونم چرا تصمیم گرفتم یه ویدیو بذارم بعد مثلا تو ویدیو دوم بگم حاجی اوکی حالا بذار کامل تغییر چهره بدم واسش، ولی اوکیه یه دو سه تا ویدیو دیگه تحمل کنید. در میاد. استریمر یونیورسیتی، همون دانشگاه استریمرها، حالا شما نمیدونم زیاد دنبال کردی یا نه، اونمشون دقیقاً تو وسط جام جهانی اتفاق افتاد. خیلی جالب بود واسه من. حالا من خودم کلا کامل دنبالش نکردم، خودم هم یعنی از کلیپ و حالا یه سری ویدیو از یه سری از یوتیوبر رو دنبالش کردم و اینا، و یه چیزی که خیلی جالب بود واسش تو یکی از این ویدیوهایی که داشتم راجع به اپلیکیشن یا همون چی میگن درخواست ورود به استریم یونیورسیتی میدیدم، یکی از این کانتنت کریتورها راجع به این حرف زد که شما واسه این که توی استریمر یونیورسیتی بهتون یه چیزی برسه نیاز دارید که هم یه تعداد زیادی آدم معروف تو اونجا باشن، هم نونیم آدم توش باشه دیگه. و نونیما قراره چیکار کنن؟ قراره تمام تلاششون رو بکنن که هر جور شده چند تا کلیپ بگیرن تا بتونن به جای برسن. یعنی لیترالی مثل یه زالو بعد از بقیه ویو بگیرن. که تو کامیونیتی ما راجع به این حرف بزنی و اصلا کلا اینو بخوای تشویق کنی ملت به انجام دادن این کار، بیشتر به حس بدیه. یعنی مثلا اگه فلان آدمو مثلا آریا کوکسر معروف کرده باشه اینجوری که تو رو که مثلا اون معروف کرد تو خودت چی نبودی، در صورتی که این اصلا یک فرموله واسه خارجی‌ها. یعنی این تعداد آدمایی که خود کایسنت معروف کرده از ری و توتا گرفته که لیترالی تو خیابون اینا رو پیدا کرد تا اون راکای دلغک که باورم نمیشه 180,000 تا ویور همزمان داشت توی تویچ. واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر، یعنی همون نیماتکی دوه واسم اتفاق افتاد ولی 15 برابر شوکه کننده تر. من بلند شدم ببینم داره میگیره، دیدم داره میگیره، امیدوارم که خوب گرفته باشه. آره خلاصه کلا داستان بر این بود که آقا شما با زالووار بودن میتونید معروف بشید که همچیز خوبی همچیز بدیه، و از اون طرف سوار شدن بر ترنت ها. آها این چیزیه که خیلی‌ها رو محبوبتر و معروفتر کرد، اونم با جام جهانی. البته که این ترند معروف شدن با فوتبال برمیگرده به چندین سال پیش و من تا آخر عمرم بر این باورم که آیشو اسپید هیچی از فوتبال نمیدونست و صرفاً با دیدن چند تا کلیپ از رونالدو توی تیک تاک تصمیم گرفت یک روز تو استریمش وقتی ازش میپرسن فوتبالیست مورد علاقت کیه بگه کریستیانو رونالدو سوئی. حتی نگفتم فوتبالیست، گفتن تیم مورد علاقت کیه، و آیشو اسپید تصمیم گرفت بگه رونالدو. و شاید اون یک پله‌ای بود واسه آیشو اسپید که بعدش بیاد تو جام جهانی 2026 توی مراسم افتتاحیه جام جهانی. یکی از چیزایی که حالا داشتیم افتتاحیه فینال بود، یعنی شروع فینال طرف اومد اجرا کرد و مثلا انجاق جالبی هم که رو گردنش بود واقعا باحال بود. یعنی ایرانیم دیگه، هر جا باید یه چیزی پیدا کنیم ازش خوشحال بشیم. حالا این داستانی که همه یهو تبدیل شدن به طرفدارای دو آتیشه جام جهانی، واقعا بچه‌ها خودمون از رفیقای خود من
بودن بچه‌هایی، یعنی آدمایی فوتبال میدیدن که من اینجوری بودم که حاجی من 40 بار راجع به فوتبال با تو صحبت کردم که بریم بازی کنیم و تو هیچ نظری نداشتی، یعنی حتی مخالفم نبودی، یعنی هیچ اهمیتی واسط نداشت. بعد اونا داشتن بازی‌های جام جهانی نگاه می‌کردن در حالی که من چه می‌دونم هیچ کاری نمی‌کردم. و همه اینا برمیگرده به یه چیزی به نام فومو، fear of missing out یا ترس عقب موندن. شما وقتی می‌بینی یه جمعیت زیادی از آدمای دیگه دارن نمیدونم فوتبال دنبال میکنن یا دارن فلان بازی رو دنبال میکنن یا دارن فلان سریال رو دنبال میکنن، تو هم تصمیم میگیری اوکی خب بذار منم دنبال کنم ببینم چیه داستانه جالبه دیگه، همه دارن این کارو میکنن من نکنم، مثلا عقب موندم. و این داستان فومو مثلا ماچا رو زنده نگه داشته تو ایران. یعنی اینجوریه که کل ایران ظاهرا از ماچا بعدشون میاد، بعد هر روز آدمای جدیدی هستن که میرن ماچا امتحان میکنن، بعد حتی اون یعنی اون نظری که نسبت به ماچا دارن هم باز دوباره چیزا، یعنی اینجوریه که یارو میگه اوکی من رفتم امتحان کردم، بعد اون نظری هم که میده دوباره میخواد عقب نمونه، میگه نه حاجی مزه چمن میداد. یعنی انقدر همه همینو میگن، یا همه دست جمعی تایمی رفتن چمن خوردن که میدونن دقیقاً چه مزه‌ای میده، یا اینکه چرا هیچ کی مثلا نمیگه مزه چه میدونم مزه نمیدونم ویز رندوم میده، یعنی چرا همه میگن چمن، چرا دقیقاً اونم از همین فومو میاد. و یه چیز دیگه به نام تایید اجتماعی. این داستان فومو یه دونه بخش دیگه هم داره که من خودم یعنی دوچارش شدم، اونم داستان چیزه، داستان فیلم اسپایدرمن، فیلم جدید اسپایدرمن که 900 میلیون دلار هم فروخت توی اولین آخر هفته اکرانش. مثلا چیزی بود که من خودم واقعا از تام هالند و زندایا بود با تمام وجودم تنفر دارم و اصلا فکر می‌کنم واقعا بازیگرای خوبی نیستن، همینجوری الکی بهشون یعنی فرصتایی که بهشون داده میشه اصلا حقشون نیست. خیلی بازیگرای بهتری داریم و به نظر من صرفا این دلیل گرفتن این فرصت‌ها اینه که اینا آدمای سیفی ان، یعنی کسایی ان که بهشون هالیوود تکیه میکنه و میدونه که مثلا اگر اینا بهترین نقشا رو بازی کنن نمیان مثلا بازیگر اسنو وایت گن بزنن توش، یا چه میدونم مثل لوپیتا نیانگوی که توی فیلم آدیسه هستش. و آدیسه اصلا راجع به آدیسه اصلا فکرم دوست ندارم بکنم، یعنی واقعا فکر نمی‌کردم کریستوفر نولانی که تمام زندگیم گلیزش می‌کردم این کارو کنه، یعنی اصلا حتی اشتباه از من بود، یعنی از اول تو ذاتش بود، من اشتباه کردم. شما نیاز داری هم از بقیه عقب نمونی، هم کاری که انجام میدی و اجتماع قبول کنه. یعنی تو کاری که انجام میدی مثلا طرف نگه اوه تو مثلا این کاری که کردی درست نبودش. مثلا نزدیکترینش همین داستان جام جهانیه. من خب تیک تاک من خودم خیلی میرم تیک تاک، یعنی من اینستاگرام نمیرم. اینستاگرامم چون کامل ایرانیزه شده خوشم نمیاد حقیقت. میرم داخل تیک تاک، بعد تو تیک تاک خب موضوع مختلفی من دنبال میکنم، چون ورزش دنبال میکنم، کلیپ استریمرها رو دنبال میکنم و اینجور چیزا. بعد خب تو جام جهانی تیک تاک کاری که میکنه انقدر این چیز جدید رو میکنه تو صورتت که تو یه جایی به بعد مجبور میشی که دنبال کنی. و حالا اگه میخوای تست کنی بلند کنار مثلا دور و بر گوشیتون یا کامپیوترتون مثلا راجع به رونالدو حرف بزنید، راجع به مسی حرف بزنید، راجع به حرف بزنید کدوم بهتره. این کاری که انجام میدی و مثلا میری تو یوتیوبت میبینی مقایسه رونالدو مسی است، تو تیک تاکت مقایسه رونالدو مسی است، تو تیک تاکت کلیپای رونالدو است، کلیپای مسی است. یعنی ثابت شده بود که فکر کنم اصلا این مرورگرا یا همین اینستاگرام خودشون واقعا دنبال میکردن که تو چی میگی و با توجه به محتوا میدادن بهت. آره خلاصه میرفتی تو تیک تاک و محتوایی که میدیدی به صورت رباتواری این بود که آرژانتین به هیچ وجه حقش نبود اون بازی رو ببره و کدوم بازی اگه منظورمه اینه که همه بازیاش دیگه هیچ کدوم مثلا حقش نبود. مثلا اگر مصر 2-0 جلو بود خب مصر الان چیز بود دیگه، مصر عالی بود داشت بازی میکرد، مربیش عالی بود، بازیکناش عالی بودن، داورم فوق العاده داوری کرده بود، ولی از ثانیه‌ای که اون گل اول خورد همه چی تغییر کرد. حالا داور بد بود، بازیکنان مصر که عالی بودن، یعنی مربی و بازیکن مصر عالی بودن، هیچ مشکلی برای اونها پیش نیامد. فقط بازیکنان آرژانتین کثیف‌تر بازی کردن، یعنی تا اونجا بازیکنان آرژانتین کثیف بودن حالا کثیف‌تر شدن. و آره دیگه یعنی از اون بازی مصر من خودم کفری شدم، یعنی اینجوری بودم که حاجی 2-0 جلو بودید باختید، بعد یهو مثلا همه چی برگشت به داور، فیفا، اینفانتینو. حالا اینفانتینو و فیفا واقعا فاسد هستن، اونجوری دوستان حرفی توش نیست، کل فوتبال فاسده. ولی چی شد یهو این اتفاق افتاد؟ بعد از اون طرف میرفتی نگاه میکردی به پشتوانه‌ای که آرژانتین داره و کارها و سیاستایی که داره و نگاه میکردی به کارها و سیاستایی که رقیباش داشتن و اونجوری نگاه میکردی میدی یه الگوی
خاصی داره میره جلو؟ چرا همیشه اینا مخالف اینن و موافق اون تیمن؟ و چرا همیشه اون تیمی که روبرشون میفته دقیقاً این کارا رو کرده؟ به خاطر همین این آرژانتینیا کثیف‌ترن. این در میافته، خیلی ساده است، یعنی اصلا مثل شب و روز میمونه. چیزی که کفری میکرد منو این بودش که خب آمریکایی‌ها اصلا دنبال فوتبال نیستن، یعنی حتی فوتبالو میگن ساکر، یعنی اصلا یه اسم دیگه واسش دارن، فوتبال آمریکایی دارن که اصلا فوتبال نیستش. بعد اصلا اینو دنبال نمیکنن. زمانی مشکل پیش می اومد که دقیقاً همین آدمایی که تا 1 سال پیش اصلا فوتبال رو دنبال نمیکردن، نمیدونستن چند تا نیمه داره و چیری کار میکنه، حالا تصمیم گرفتن مخاطبای فوتبال بشن. فکر میکردن بهترین تحلیلگرا و بهترین مثلا چه میدونم آنالیزورا خودشونن، یعنی خطاهای رندوم و مسخره‌ای که تو بازی اتفاق میافتاد فکر میکردن اینا نیاز به کارت قرمز داره، در صورتی که شما اگر یک بازی تو اسپانیا دیده باشی یا یک بازی تو انگلیس دیده باشی، این اصلا این دوتا معروفن به وحشی بودنشون، یه بازی از سرخیو راموس میدیدی هیچ وقت حتی یکی از اون خطاها رو خطا فکر نمی‌کردی باشه. این مثلا سرخیو راموس یه جوری میزد یارو اوکی برو دیگه، آقا ما که بازنشسته شدیم و میرفت، واقعا میرفت. یا مثلا چه میدونم مثلا جلو چیزاها، مثلا جلو اتلتیکو مادرید خیلی سرخیو راموس چون دربی بود دیگه، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید دربی حساب میشد، بارسا و رئال ال کلاسیکو حساب میشد. حالا اینا رو بازم کلیپ کنید شما بفرستید واسه دوستان و رفقایی که فکر میکنید پوزر هستن و با جدی میگم خیلی هاشون نمیدونن ال کلاسیکو چیه، دربی چیه. یه واقعا از یه رونالدو فن بپرسید آقا دربی اسپانیا چیه، بهتون میگن رئال بارسا، چون استقلال پرسپولیس ما میگیم دربی، اینا فکر میکنن هر چیزیه. اصلا که استقلال پرسپولیس چون توی شهرن دربی حساب میشه. اما میگم خودم اشتباه نکرده باشم، مثلا ندادش دربی به خاطر اون نیست، به خاطر یه چیز دیگه است. خاطر همینه دیگه داربی. آره دیگه مثلا آس میلان و آس روم که بازی میکردن میشد دربی، درسته دیگه. آره دیگه همین که میدونید. خداحافظ. صاحبم کنید، نظرم بدید، برای دوستتونم بفرستید و